مهم دیگه چیست که با کلمه الله، لفظ الله بدون پیشوندی ذکر درست است. یعنی شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله میگه تنها به صورت فردی الله الله گفتن ذکر نیست، بلکه یک نفر میخواد الله را ذکر بکنه با کلمات مثل الله اکبر، یا با پیشوند باشه یا با پسوند باشه، یا سبحان الله یا الحمدلله، و اینا منصوص است. متوجه شدین؟ کلمات ذکر بر الله تبارک و تعالی، سبحان الله مشروعیت ثابت است، الحمدلله هم ثابت است، الله اکبر هم ثابت است، لا اله الا الله هم ثابت است. اما تنها الله الله گفتن درست کسی ذکر نداره، ذکر گفتن نمیشه. مفهوم ذکر و تسبیح گیست که تو یک صفت نیکو را بده الله متعال، تنها بگه الله الله الله، این در شریعت نیامده و اگر کسی را به عنوان یک ذکر مستقل استعمال میکنه کار دقیقی نیست. یک بار ما در جای درس داشتیم پیش یک استاد، ما از استاد یک سوال پرسان کردم. در هرات معمولی است که بعد از هر نمازی با آواز بلند همه مردم باید یا 3 بار یا 5 بار یا 11 بار لا اله الا الله تو بلند بگن. خب من در مورد ازی پرسان کردم، استاد گفت کی مسنون نیست. در بعد از اون بحث در سر ذکر صوفی صاحب آمد، یک کسی اون که مجلس به اختیار از اون بود، یک صوفی تو آمد گفت که نه استاد درست است، ما این رقم که ذکر میکنیم این ذکر خیلی خوب است. استاد در ثبت نشد. استاد ما کمی شوخ طبیعت بود، او کامرمن گفت کاملیت بند کو میگه برای او گفت که خوب است. نام از او نقشبند بود، قاری صاحب نقشبند. گفت سعی که قاری صاحب ما پیش تو بیام در خانه تان میایم، تو را کار دارم، اصولا تو از توقع داری احترام تو بکنم، در خانه تان که در بده میگم نقشبند تقال اصلا تو چی میگی؟ من تو یک آدم انسان بسیار عاجز بیچاره، تو چی میگی؟ من میمونم تو نه خبر من تو این کار که الله میکنی این تسبیح و ذکر الله و طریقی خود پیامبر گفته و طریقی قرآن برای ما تعلیم داده. ادعو ربک تضرعا و خفیه و دون الجهر من القول بالغدو سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اکبر. اینا کلمات هستند برای چی؟ برای ذکر کردن الله تعالی. من میگه های باز یک گپای عجیب و غریب دیگه رسول صاحب موجود کردن که تنها الله هم نمیگن، یا گاهی وقتا تنها هو میگن، یا الله الله تنها میگن، اللهی که اله به اصطلاح مفهومش میگه، یا الا الله الا الله الا الله مگر الله مگر الله. چی کردن میگن الله؟ میگن جمله ذکر نیست لا اله الا الله. اینا چی میگن؟ الا الله الا الله. خب چی؟ الا الله چی؟ مگر الله چی کردن؟ به مفهوم یعنی لحاظ مفهوم هم غلط است، لحاظ طریقه هم غلط است. دیگه بهترینش همیست که بله ما الله متعال ذکر بگیم، اما با یک پسوند به پیشوندی که خود شریعت برای ما. الله اکبر، الله بزرگتر از همه چیز است، یا سبحان الله الله پاک است، یا الحمدلله سپاس الله تبارک و تعالی، یا لا اله الا الله هیچ معبود به غیر از الله تبارک و تعالی وجود ندارد، یا سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. قد کردین اینا الفاظ ذکر امیست. نکته بسیار مهم است که علما میگن الفاظ ذکر باید بر مبنای نص این شده باشه، چون ذکر از جمله عبادات است که چگونگی کیفیت از او بر مبنای نصوص باشه و این گپ بسیار مهم است که متاسفانه موارد مد نظر گرفته نمیشه. پس درست است که اسم الله تبارک و تعالی از جمله بزرگترین اسماء الله تبارک و تعالی است و مستجمی جمیع صفات الله تبارک و تعالی است، اما تنها صفت یک کلمه مفرد بر ذکر کردن منصوصی نیست و این که متاسفانه در جامعه ما شما معمول است. اینا مطابق دلیل معتبر شرعی نیست. از الله تبارک و تعالی توفیق عزیز می‌خواهیم که در شناخت خودش ما شما را توفیق بیشتر نصیب بکنه تا الله متعال مطابق قرآن و مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسیم و الله متعال محبت خودش در قلب‌های ما شما جا بده و الله متعال بر ما شما توفیق عزیز نصیب بکنه که عبادت خالصانه الله را به طریقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما شما تعلیم داده عبادت شما بکنیم و ما نیاز به طریقه‌های دیگران اون روز یک کسی یک دو سه برای کتاب آورد در اخیر از اون مؤلف کتاب نوشته بود. من باز اونا یکی از صوفی صاحبا بود، باز اونا نام طریقه های خدا ذکر میکنن، تقریبا یک 5 6 10 دانه طریقه ذکر کرده بود که طریقه سوروردیه، چشمگیری، فلانیه ماشاءالله طریقه پیامبر چی شد دیگه. الله متعال بر ما طریقه عبادت به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم نصیب بکنه. دین الله یک دین کامل است، ما به طریقه های غیر طریقه پیامبر نیازی نداریم. وقتی الله متعال خبر میده که الیوم اکملت لکم دین الله متعال کامل است، طریقه عبادت هم برای ما گفته، الفاظش هم گفته، زمانش هم گفته، تعدادش هم گفته، هیچ کمی زیادی در اون وجود نداره و نیازی برای کمی و زیادت نیست. فقط پروردگار برای ما شما فهم درست و دقیقش نصیب بکنه
و توفیق عمل به آنچه که میگیم نصیب بکنه. سبحانك اللهم ربنا و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب